سلام و درود بر شما همراهان نازنین آوای حکایت. اینجا کانال آوای حکایت است و اکنون 3 داستان شگفت‌انگیز و باور نکردنی از مولانا را با هم میشنویم. حکایت هایی که هر یک چراغی است برای راه زندگی. روزی حضرت موسی علیه السلام در بیابان میرفت. هوا گرم بود و نسیم آرام میوزید. در راه صدای مردی را شنید که با خود سخن میگفت. موسی نزدیکتر شد و دید چوپان ساده دل با چهره آفتاب سوخته نشسته و به آسمان نگاه می‌کند. او با دل پرشور میگفت: ای خدای من، کجایی تا خادمت شوم؟ کفش‌هایت را بدوزم، لباست را بشورم، موهایت را شانه کنم، برایت شیر بدوشم، پایت را ببوسم و در کنارت بنشینم. ای خدا، کاش میدانستم کجایی تا خدمتت کنم. موسی با شنیدن این سخنان شگفت زده شد. جلو رفت و با لحن جدی گفت: ای مرد، چه میگویی؟ خدا جسم ندارد تا کفش، مو و لباس داشته باشد. این حرفها را نزن که گناه و بی‌ادبی است. خدا از هر نیاز و جسم پاک است. چوپان از شرم و ترس لرزید، اشک در چشمانش جمع شد و با صدای گرفته گفت: ای موسی، زبانم از عشق می گفت، نه از دانش. اکنون دلم شکست، دیگر با خدا سخن نمی گویم. چوپان با دل غمگین از آنجا دور شد. موسی احساس کرد کاری درستی کرده و خیال کرد او را از کفر نجات داده است. اما ناگهان وحی خدا بر موسی نازل شد. خداوند به او فرمود: ای موسی، چرا بنده ام را از من جدا کردی؟ ما به دلها می نگریم، نه به زبانها. آنچه برای تو درست است شاید برای دیگری زیبا نباشد. من از نیت و عشق او آگاه بودم. هر کس به زبانی مرا می خواند و من از همه راضیم. دین عشق نه در سخن است و نه در ظاهر. ما را دلی می خواهد پر از صدق، نه زبانی پر از قاعده. موسی از شنیدن این پیام لرزید و شرمنده شد. دانست که خطا کرده است. بیدرنگ به بیابان برگشت تا چوپان را بیابد. مدتی جستجو کرد تا سرانجام او را دید. چوپان در گوشه‌ای نشسته بود، سر بر زانو نهاده و اشک می‌ریخت. موسی نزدیک رفت و گفت: ای دوست، خدا از تو خوشنود است. همان گونه که با او سخن می‌گفتی بگو. آن سخنان عاشقانه‌ات نزد خدا پذیرفته است. خداوند به ظاهر الفاظ نگاه نمی کند، بلکه به سوز دل می نگرد. چوپان سرش را بلند کرد، لبخندی زد و گفت: ای موسی، اکنون از آن سخنان نیز گذشتم. در دل خود خدا را یافتم. دیگر زبان نمی خواهد. عشقم مرا به جایی رسانده که گفتگو در آن معنی ندارد. موسی با شگفتی به او نگاه کرد و دانست که آن چوپان به مقامی رسیده که تنها عاشقان راستین آن را درک می کنند. روزی پادشاهی نیکوکار بود که در سفرهایش همیشه همراهانی بسیاری داشت. در میان غلامانش غلام سیه چهره بود که دل مهربان و خدمت خالص داشت. اگرچه رنگ پوستش تیره بود، اما دلش روشن‌تر از بسیاری سفید رویان بود. روزی پادشاه با همراهانش در بیابان گم شد. خورشید سوزان میتابید و تشنگی بر آنان چیره شد. همه از خستگی و گرما ناتوان شدند و ناامیدانه به زمین نشستند. در همین هنگام غلام زنگی برخاست و گفت: ای پادشاه، من میروم تا برای شما آب پیدا کنم، حتی اگر جانم را از دست بدهم. بیدرنگ به سوی دشت روان شد. ساعتی گذشت. غلام با مشک از آب بازگشت، اما نفس نفس میزد و از گرما رنگ از رخسارش پریده بود. آب را تقدیم پادشاه کرد و خود از تشنگی بیهوش افتاد. پادشاه با اندوه قطره‌ای از همان آب بر لبان غلام ریخت تا زنده شود. وقتی غلام چشم باز کرد، پادشاه گفت: ای غلام وفادار، تو از همه سپیدتر و پاکتر هستی، زیرا سپیدی دل از سپیدی چهره بهتر است. غلام با لبخند گفت: ای پادشاه، رنگ روی من از آفتاب دنیا سیاه است،
اما اگر دلم از آفتاب عشق خدا روشن باشد، این سیاهی بی ارزش است. روزی پادشاهی نیرومند و ثروتمند در شهر خود زندگی می کرد. او همه چیز داشت: تاج و تخت، زر و زیور، سپاه و شکوه. اما در دلش احساس خالی بود، چون هنوز طعم عشق را نچشیده بود. روزی برای گردش و شکار به بیرون از شهر رفت. در میان راه نگاهش به دختری افتاد، دختر زیبا و دلانگیز با چهره‌ای چون ماه. کنیزی بود از سرزمین دیگر. پادشاه در همان نگاه نخست دل را از دست داد. او را خرید و با خود به قصر آورد. روزها می گذشت و پادشاه از عشق آن کنیز آرام نداشت. اما ناگهان کنیز بیمار شد. رنگش زرد شد، چشمهایش بیفروغ و لبخندش خاموش. پادشاه تمام طبیبان شهر را فراخواند. آنان داروهای گوناگون ساختند، اما بیماری روز به روز سخت‌تر شد. پادشاه اندوهگین شد، چون نه برای زیبایی آن دختر بلکه از عشق راستین به او دل بسته بود. شبها بیدار می‌ماند، در کنار بسترش می‌نشست و اشک می‌ریخت. در نهایت درمانده و بیچاره به خلوت می‌رفت و با چشمان اشک‌آلود به درگاه خدا دعا می‌کرد و می‌گفت: ای خدای مهربان، تویی که بر همه رازها آگاهی. درمان درد ما دست توست. اگر این بنده ات را شفا دهی، من تا زنده ام شکرگزار خواهم بود. پادشاه در همان شب خوابی دید. در خواب ندای الهی به او گفت: پزشکی از سوی ما به نزد تو خواهد آمد. او نه از این جهان است و نه از این مردم. او طبیبی است که درد را از ریشه درمان می کند. صبح شد. پادشاه با شوق از خواب برخاست. هنوز ساعتی نگذشته بود که مرد نورانی با چهره آرام و نگاه پرمعنی از دربار گذشت. پادشاه دانست که او همان طبیب موعود است. با احترام فراوان او را به قصر برد و بیماری کنیز را برایش شرح داد. پزشک با نگاهی مهربان بر بالین دختر نشست، نبضش را گرفت و با آرامش گفت: این بیماری از بدن نیست، از دل است. او دردی دارد که با دارو درمان نمی شود. دلش جایی دیگر گیر کرده است. پادشاه شگفت زده پرسید: چگونه می توانم او را درمان کنم؟ طبیب گفت: باید ریشه عشق او را بیابی. دلش نزد کسی مانده. باید بدانی دلش به کی بسته است. آنگاه با نرمی و مهربانی از کنیز درباره گذشته‌اش پرسید. ابتدا سکوت کرد، اما پس از چند روز اشک ریزان گفت: من عاشق جوان زرگر در سمرقندم. او مرا می‌خواست، ولی بختیارمان نبود. مرا فروختند و از او جدا شدم. از آن روز دلم بیمار شد. طبیب رو به پادشاه کرد و گفت: اکنون که ریشه بیماری را دانستیم، درمان نزدیک است. پادشاه با بزرگواری دستور داد تا آن زرگر را از سمرقند بیاورند. چند هفته بعد زرگر را آوردند. چون کنیز او را دید، رنگش باز شد، جان گرفت، لبخند زد و بیماریش ناپدید شد. پادشاه در ظاهر شاد شد، چون شادی او را می‌خواست، اما در دلش درد دیگری نشست. می‌دید که معشوقه‌اش عاشق دیگری است. با این حال به خدا توکل کرد. پزشک که در حقیقت مرد الهی بود، فهمید که اکنون باید عشق ظاهری را از دل کنیز بیرون برد تا به عشق واقعی برسد. او با تدبیر پنهان کاری کرد که آن زرگر بیمار شد و اندک اندک از دنیا رفت. کنیز گرست، اما پس از مدتی دلش آرام گرفت و کم کم چشید که عشق زمینی پایان دارد، اما عشق حقیقی جاودان است. پادشاه نیز از آن ماجرا درس گرفت. دانست که هر عشقی که به انسان و دنیا بسته باشد روزی رنج می آورد، اما اگر دل به خدا بسته شود آرامش جاودان است.